اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. پس جواب قومش جز این نبود که به یکدیگر گفتند خاندان لوط را از قریه خود بیرون کنید که اینها مردمانی پاک دامن و پاکیزه جو هستند. فأنجیناه و اهله الا امرأته قدرناها من الغابرین. آنگاه او و خانواده اش را نجات دادیم مگر همسرش که مقدر کردیم او از بازماندگان در آن شهر باشد. و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. و بارانی از سنگ بر سر آنها باراندیم پس باران بیم داده شدگان چه بد است. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ای پیامبر بگو حمد و سپاس مخصوص خداوند است و سلام بر بندگانش کسانی که او آنها را برگزیده است. آیا خداوند بهتر است یا آن چیزهایی که شرک می آورند؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. آیا این معبودان باطل شما بهترند یا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان برای شما آبی نازل کرد پس با آن باغ های خرم و زیبا رویاندیم که شما هرگز توان رویاندن درختان آن را نداشتید؟ آیا معبود دیگری با الله هست؟ نه، بلکه آنها گروهی هستند که از حق منحرف می شوند و بتها را هم تراز الله قرار می دهند. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیا این بتها بهترند یا کسی که زمین را قرارگاه ساخت و میان آن نهرهایی قرار داد و برای آن کوههای ثابت و استوار پدید آورد و میان دو دریا مانعی قرار داد؟ آیا معبود دیگری با الله هست؟ نه، بلکه بیشترشان نمیدانند. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. آیا این بتها بهترند یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند چون او را بخواند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را جانشینان زمین قرار می دهد؟ آیا معبود دیگری با الله هست؟
چه اندک پند میگیرید. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. آیا این بت‌ها بهترند یا کسی که شما را در تاریکی‌های بیابان و دریا هدایت می‌کند و کسی که پیش از باران رحمت خود بادها را به مژده می‌فرستد؟ آیا معبود دیگری با الله هست؟ الله برتر است از آنچه برای او شریک قرار می‌دهند. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آیا این معبودان باطل بهترند یا کسی که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را بار دیگر باز می‌گرداند و کسی که شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد؟ آیا معبود دیگری با الله هست؟ ای پیامبر بگو اگر راست می‌گویید دلیلتان را بیاورید. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بگو در آسمان ها و زمین جز الله هیچ کس غیب نمیداند و آن معبودان باطل نمیدانند که کی برانگیخته میشوند. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکه علم آنها درباره آخرت به پایان رسیده است و هیچ اطلاعی ندارند، بلکه آنها در وقوع آن شک دارند، بلکه آنها نسبت به آن نابینایند. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. و کسانی که کافر شدند گفتند آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم آیا باز زنده می شویم و از گورها بیرون آورده می شویم؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. به راستی این وعده است که از پیش به ما و نیاکانمان داده شده است، این جز افسانه های پیشینیان نیست. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ای پیامبر بگو در زمین سیر کنید پس بنگرید عاقبت مجرمان چگونه بود. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. و بر آنها غمگین مباش و از آنچه مکر می‌ورزند دلتنگ نشو. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. و میگویند اگر راست میگویید این وعده کی خواهد بود؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ای پیامبر بگو شاید پاره ای از آنچه را که به شتاب میطلبید به شما نزدیک شده باشد. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. و بیگمان پروردگار تو نسبت به مردم دارای فضل و رحمت است،
ولیکن بیشترشان شکر نمیگزارند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ و بی تردید پروردگار تو آنچه در سینه هایشان پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند به خوبی می‌داند. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر آنکه در کتاب روشن است. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون بیگمان این قرآن بر بنی اسرائیل بیشتر چیزهایی را که آنها در آن اختلاف دارند بیان می کند. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ و به راستی آن قرآن هدایت و رحمت برای مؤمنان است. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ مسلماً پروردگار تو میان آنها در قیامت به حکم خود داوری می کند و او پیروزمند داناست. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. پس ای پیامبر بر خدا توکل کن، بیشک تو بر حق آشکار هستی. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. و بیگمان تو نمیتوانی سخنت را به گوش مردگان بشنوانی و نمیتوانی کران را هنگامی که پشت کنان روی میگردانند سخن و ندای خود را بشنوانی. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. و تو نمیتوانی کوران را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی. تو تنها میتوانی سخن خود را به کسانی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارند، پس آنها در برابر حق تسلیم شدگان هستند. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. و هنگامی که فرمان عذاب بر آنها واقع شود و حادثه قیامت نزدیک شود، جنبنده ای را از زمین برای آنها بیرون می آوریم که با آنها سخن گوید که مردم به آیات ما یقین نمی آورند. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. و بیاد آور روزی را که ما از هر امتی گروهی را از آنان که آیات ما را تکذیب می کردند محشور می کنیم. آنگاه آنها به صف نگاه داشته می شوند. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. تا هنگامی که به سرزمین محشر می آیند خداوند می فرماید آیا مرا تکذیب کردید در حالی که به آن احاطه علمی نداشتید یا چه کاری بود که می کردید؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. و به خاطر ستمی که کرده اند فرمان عذاب بر آنها واقع می شود، پس آنها هیچ سخنی نمی گویند.
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم یؤمنون. آیا ندیدند که ما شب را برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشنی بخش قرار دادیم؟ بیگمان در این امور نشانه های روشنی است برای گروهی که ایمان می آورند. و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین. و بیاد آور روزی را که در صور دمیده می شود، پس تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند وحشت کنند و بترسند جز کسی که خدا بخواهد و همگی با خواری و ذلت به پیشگاه او بیایند. و ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبیر بما تفعلون. و کوه‌ها را می‌بینی و آنها را جامد و بی حرکت پنداری در حالی که مانند حرکت ابرها در حرکت هستند. این صنع و آفرینش خداوندی است که هر چیزی را محکم و استوار ساخته است. بیگمان او از آنچه انجام می‌دهید با خبر است. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هر کس که نیکی آورد پس پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از وحشت آن روز در امان هستند. و من جاء بالسیئة فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. و هر کس که بدی آورد پس چهرهشان در آتش نگونسار شود و به آنها گفته می شود آیا جزایی جز آنچه می کردید به شما داده می شود؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. ای پیامبر بگو من فقط مأمورم که پروردگار این شهر را عبادت کنم، همان کسی که این شهر را حرمت بخشید و همه چیز از آن اوست و من مأمورم که از مسلمانان باشم. و ان اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین. و اینکه قرآن را تلاوت کنم پس هر کس هدایت شود به نفع خود هدایت شده است و هر کس که گمراه گردد بگو من فقط از هشدار دهندگان هستم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. و بگو حمد و ستایش مخصوص خداست، به زودی آیاتش را به شما نشان می‌دهد، پس آنها را خواهید شناخت و پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. طاسیم تا سین میم.
تلك آیات الكتاب المبین. این آیات کتاب مبین است. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. از داستان موسی و فرعون به حق بر تو می‌خوانیم برای گروهی که ایمان می‌آورند. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بیگمان فرعون در زمین برتری جست و اهل آن را گروه گروه کرد. گروهی از آنها را به ضعف و ناتوانی میکشاند، پسرانشان را سر میبرید و زنانشان را برای خدمت زنده نگه می‌داشت. بی تردید او از مفسدان بود. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. و می‌خواهیم بر کسانی که در زمین به استضعاف کشیده شده اند منت گذاریم و آنان را پیشوایان سازیم و آنان را وارثان زمین قرار دهیم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. و آنها را در زمین تمکن و حکومت دهیم و به فرعون و هامان و لشکریان آن دو از دست آنها آنچه را که از آن می ترسیدند نشان دهیم. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. و به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده، پس هنگامی که بر او ترسیدی او را به دریای نیل بینداز و نترس و اندوهگین مشو، یقینا ما او را به تو باز میگردانیم و او را از پیامبران قرار میدهیم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. پس هنگامی که مادر موسی او را به دریا افکند، خاندان فرعون او را از آب برگرفتند تا سرانجام دشمن و مایه اندوهشان شود. مسلماً فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. و آسیه همسر فرعون گفت این کودک نور چشم من و توست، او را نکشید شاید به ما سود بخشد یا او را به فرزندی گیریم و آنان از عاقبت آن بیخبر بودند. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
و قلب مادر موسی از همه چیز تهی گشت اگر دل او را به ایمان محکم نکرده بودیم تا از باور دارندگان باشد. نزدیک بود آن راز را فاش کند. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. و مادر موسی به خواهر او گفت به دنبالش برو. پس خواهرش او را از دور دید در حالی که آنها بیخبر بودند. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. و پستان همه زنان شیرده را از پیش بر او حرام کردیم. آنگاه خواهرش گفت آیا شما را به خانواده ای راهنمایی کنم که او را برایتان نگه دارند در حالی که آنها خیرخواه او باشند؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. پس او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و تا بداند که وعده الله حق است و لیکن بیشتر آنها نمیدانند. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. و چون موسی به مرحله بلوغ و کمال قوت رسید و برومند شد به او حکمت و علم دادیم و این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. او هنگامی به شهر وارد شد که اهل آن در غفلت بودند. ناگهان دو مرد را دید با هم نزاع و جنگ می کردند. یکی از آنها از پیروان او بود و دیگری از دشمنانش. پس آنکه از پیروان او بود بر علیه کسی که از دشمنانش بود از وی یاری خواست. پس موسی به او مشت محکمی زد و کارش را ساخت و مرد. موسی گفت این از عمل شیطان بود، بیگمان او دشمن گمراه کننده آشکاری است. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحیم. سپس گفت پروردگارا من به خود ستم کردم پس مرا ببخش. آنگاه خداوند او را بخشید، بی تردید او آمرزنده مهربان است. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. گفت پروردگارا به شکرانی نعمتی که بر من عطا کردی پس هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.
پس موسی در شهر ترسان و چشم به راه حادثه شب را صبح نمود که ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری خواسته بود او را فریاد میزند و کمک میخواهد. موسی به او گفت بیگمان تو آشکارا انسان ماجراجو و گمراه هستی. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. پس هنگامی که موسی خواست به کسی که دشمن هر دوی آنها بود حمله برد او فریاد زد و گفت ای موسی آیا می‌خواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز کسی را کشتی؟ تو فقط می‌خواهی در زمین جباری باشی و نمی‌خواهی که از مصلحان باشی. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. و در این هنگام مردی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد و گفت ای موسی همانا بزرگان و اشراف قوم درباره تو مشورت می کنند تا تو را بکشند. پس بیدرنگ از شهر بیرون شو بی تردید من از خیرخواهان تو هستم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. پس ترسان و چشم به راه حادثه از شهر بیرون شد گفت پروردگارا مرا از قوم ستمکار نجات بده. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. و هنگامی که به جانب شهر مدین رو آورد گفت امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. و چون به چاه آب مدین رسید بر آن چاه گروهی از مردم را دید که 4 پایان خود را آب می‌دهند و در کنار آنان 2 زن را دید که گوسفندان خود را باز می‌دارند و به چاه نزدیک نمی‌شوند. موسی گفت کار شما چیست؟ چرا گوسفندان خود را آب نمی‌دهید؟ گفتند ما آنها را آب نمی‌دهیم تا چوپانها باز گردند و بروند و پدر ما پیر کهنسال است و توانایی این کار را ندارد. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. پس موسی برای گوسفندان آن 2 آب داد سپس رو به سایه آورد آنگاه گفت پروردگارا من هر خیری که بر من بفرستی نیازمند هستم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا
فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. آنگاه یکی از آن دو زن در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت نزد او آمد. گفت همانا پدرم تو را دعوت می کند تا مزد آب دادن گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بدهد. پس چون موسی به نزد او آمد و داستان سرگذشت خود را بر او حکایت کرد گفت نترس، از گروه ستمکاران نجات یافتی. قالت احداهما یا ابت استأجر این خیر من استأجرت القوی الامین. یکی از آن دو دختر گفت پدر جان او را اجیر کن، بی تردید بهترین کسی را که می توانی اجیر کنی کسی است که نیرومند امین باشد و او چنین است. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحین. شعیب گفت من میخواهم یکی از این دو دختر را به ازدواج تو در بیاورم به شرطی که 8 سال برای من کار کنی و اگر آن را تا 10 سال تمام کنی پس لطف و محبتی از سوی توست. من نمیخواهم بر تو سخت گیری کنم، اگر خدا بخواهد مرا از صالحان خواهی یافت. قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی والله على ما نقول وکیل. موسی گفت این قرارداد میان من و تو باشد که هر کدام از این 2 مدت را انجام دادم بر من ستمی نخواهد بود و خداوند بر آنچه میگوییم گواه است. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. پس هنگامی که موسی آن مدت معین را به پایان رسانید و همراه خانواده اش حرکت کرد از سوی کوه طور آتشی دید. به خانواده اش گفت درنگ کنید، همانا من آتشی دیدم، شاید خبری از آن برای شما بیاورم یا شعله‌ای از آتش بیاورم تا شما با آن گرم شوید. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. پس هنگامی که به نزدیکی آن رسید از کرانی راست وادی در جایگاه پربرکت از میان یک درخت ندا داده شد که ای موسی یقینا من الله پروردگار جهانیانم. و ان الق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك
إنك من الآمنين. و اینکه عصایت را بیفکن. پس چون آن را دید که با سرعت می جنبد، گویی که آن ماری است، ترسید و به عقب برگشت و پشت سر خود را نگاه نکرد. فرمود: ای موسی، پیش آی و نترس، بیگمان تو از ایمنان هستی. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. دستت را در گریبان خود فرو کن که سفید و درخشنده بی عیب بیرون بیاید و بازویت را برای حذر از ترس به سوی خود بیار و جمع کن. پس این دو معجزه، عصا و ید بیضا، دو برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اشراف قوم اوست. بیگمان آنها گروهی فاسق هستند. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسی گفت: پروردگارا، همانا من یک تن از آنها را کشته ام، پس می ترسم که مرا بکشند. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. و برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است، پس او را همراه من بفرست تا یاورم باشد و مرا تصدیق کند، زیرا که می ترسم مرا تکذیب کنند. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فرمود: به زودی بازوی تو را با برادرت قوی و نیرومند خواهیم کرد و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم. پس به سبب آیات ما بر شما دست نیابند و شما دو نفر و کسی که از شما پیروی کند پیروزید. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پس هنگامی که موسی با آیات روشن ما به سوی آنها آمد، گفتند: این چیزی جز سحر ساختگی نیست و ما چون این چیزی را در نیاکان پیشینیان خود نشنیده ایم. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. و موسی گفت: پروردگار من از حال کسی که هدایت را از نزد او آورده و کسی که سرانجام سرای دیگر از آن اوست داناتر است. بیگمان ستمکاران رستگار نخواهند شد. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.
و فرعون گفت ای بزرگان، من معبودی جز خودم برای شما نمی شناسم. پس ای هامان برایم آتشی بر گل بیفروز و آجر بپز، آنگاه برایم برج بلندی بساز، شاید که از خدای موسی با خبر شوم، و هرچند من گمان می کنم که او از دروغ گویان است. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. و او و لشکریانش به ناحق در زمین سرکشی کردند و پنداشتند که آنها به سوی ما بازگردانده نمی شوند. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. پس ما او و لشکریانش را فرو گرفتیم، آنگاه در دریا انداختیم، پس بنگر عاقبت ستمکاران چگونه بود. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش دوزخ دعوت می کنند و روز قیامت یاری نخواهند شد. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. در این دنیا لعنتی به دنبال آنان روانه کردیم و روز قیامت از زشت رویانند. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. و به راستی بعد از آن که امتهای پیشین را هلاک نمودیم، به موسی کتاب تورات دادیم که برای مردم بصیرت و هدایت و رحمت باشد، شاید پند گیرند. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. و تو ای پیامبر در ناحیه غربی نبودی هنگامی که فرمان نبوت را به موسی دادیم و تو از حاضران نبودی. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولیکن ما نسل ها آفریدیم که عمر دراز یافتند و تو در میان اهل مدین اقامت نداشتی که آیات ما را بر آنها بخوانی، ولیکن ما بودیم که پیامبرانی میفرستادیم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. و تو در کنار تور نبودی آنگاه که ندا دادیم، ولی این وحی رحمتی از جانب پروردگارت است تا گروهی را بیم دهی که پیش از تو بیم دهنده ای برای آنها نیامده بود، شاید که آنها پند گیرند. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم
فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. و اگر آن نبود که به سبب اعمالی که مرتکب شده اند مصیبتی به آنها برسد، آنگاه بگویند پروردگارا چرا به سوی ما پیامبری نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. پس هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند چرا به این پیامبر مانند آنچه به موسی داده شد داده نشده است؟ آیا به آنچه پیش از این به موسی داده شد کفر نورزیدند؟ گفتند این دو قرآن و تورات جادوی تأیید کننده یکدیگرند و گفتند همانا ما به هر کدام از آنها کافریم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. بگو اگر راست میگویید پس کتابی هدایت کننده تر از این دو کتاب از نزد خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. پس اگر این سخن تو را نپذیرفتند بدان که آنها فقط از هوسهای خود پیروی می کنند و گمراه تر از آن کس که هوای نفس خیش را بدون هیچ هدایتی از سوی خدا پیروی می کند کیست؟ بیگمان خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. و به راستی ما این سخن را یکی پس از دیگری برای آنها آوردیم شاید متذکر شوند. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. کسانی که پیش از این قرآن به آنان کتاب آسمانی داده ایم به آن ایمان می‌آورند. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. و چون قرآن بر آنها خوانده شود گویند به آن ایمان آوردیم، بی تردید این حق از سوی پروردگار ماست، همانا ما پیش از نزول آن هم مسلمان بودیم. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون. اینان کسانی اند که به سبب صبری که کرده اند پاداششان دوبار به آنان داده می شود و اینها با نیکی‌ها بدیها را دفع می کنند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند.
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. و هنگامی که سخن لغو و بیهوده بشنوند از آن روی میگردانند و گویند اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن شما، سلام بر شما، ما خواستار جاهلان نیستیم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ای پیامبر، بی تردید تو هر کس را دوست داری نمیتوانی هدایت کنی، ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند و او به هدایت شدگان آگاه تر است. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. و مشرکان گفتند اگر به همراه تو از هدایت پیروی کنیم ما را از سرزمینمان میربایند. آیا ما آنها را در حرم امنی جایشان ندادیم که ثمرات و فراورده های هر چیزی از هر سو به سوی آن آورده می شود؟ این رزقی است از جانب ما ولیکن بیشتر آنها نمی دانند. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. و چه بسیار از قریه ها و آبادی هایی را که بر اثر فزونی نعمت مست و مغرور شده بودند هلاک کردیم. پس این خانه های ویران شده آنهاست که بعد از آنها جز اندکی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنها بودیم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. و پروردگار تو هرگز نابود کننده قریه ها و آبادی ها نبود تا اینکه در کانون آنها پیامبری بفرستد که آیات ما را بر آنها بخواند و ما هرگز قریه ها و آبادی ها را هلاک نکردیم مگر آنکه اهالی آن ستمکار بودند. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. و آنچه به شما داده شده متاع زندگی دنیا و زینت آن است و آنچه نزد الله است بهتر و پایدارتر است. آیا نمی اندیشید؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آیا کسی که به او وعده نیک داده ایم پس او به آن وعده خواهد رسید همانند کسی است که او را از متاع زندگی دنیا بهره‌مند ساخته ایم سپس روز قیامت از احضار شدگان در عذاب خواهد بود. و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم
تزعمون و روزی که خداوند آنان را ندا دهد آنگاه فرماید کجا هستند شریکانی که برای من میپنداشتید. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. کسانی از معبودان که فرمان عذاب بر آنان تحقیق یافته است میگویند پروردگارا اینها کسانی اند که گمراهشان کردیم. آری آنها را گمراه کردیم همان گونه که خودمان گمراه شدیم. از آنها به سوی تو بیزاری می جوییم. آنها در حقیقت ما را نمی پرستیدند بلکه آنها شیطان را پرستش می کردند. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. و به عابدان گفته می شود معبودهایتان را که شریک خدا می پنداشتید بخوانید تا شما را یاری کنند. پس آنها را می خوانند ولی جوابی به ایشان نمی دهند و عذاب الهی را با چشم خود ببینند و آرزو کنند که ای کاش هدایت یافته بودند. و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. و روزی که خداوند آنان را ندا دهد آنگاه فرماید پیامبران را چه پاسخی دادید؟ فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. در آن روز همه خبرها و حجتها بر آنها پوشیده ماند و همه چیز را فراموش کنند پس آنان از یکدیگر نپرسند. فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. اما کسی که توبه کرد و ایمان آورد و عمل شایسته انجام داد پس امید است که از رستگاران باشد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. و پروردگار تو هرچه بخواهد می آفریند و هرچه بخواهد برمی گزیند. آنان را هیچ اختیاری نیست. خداوند منزه و برتر است از آنچه شریک او قرار می دهند. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. و پروردگار تو می داند آنچه را که سینه های آنان پنهان می دارد و آنچه را آشکار می کنند. و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. و او خدایی است که هیچ معبودی به حق جز او نیست. ستایش در دنیا و آخرت برای اوست و حکم و فرمانروایی از آن اوست و همه شما به سوی او بازگردانده می شوید. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ای پیامبر بگو
به من خبر دهید اگر خداوند شب را تا روز قیامت بر شما پایدار سازد، کیست معبودی جز الله که برای شما روشنی آورد؟ آیا نمی شنوید؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. بگو به من خبر دهید اگر خداوند روز را تا روز قیامت بر شما پایدار گرداند، کیست معبودی جز الله که برای شما شبی آورد که در آن آرام بگیرید؟ آیا نمی بینید؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از رحمت خویش شب و روز را برای شما قرار داد تا در آن آرام بگیرید و تا در روز از فضل او روزی بجویید و شاید سپاس گذارید. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. و روزی که خداوند آنان را ندا دهد، آنگاه فرماید کجا هستند شریکانی را که برای من میپنداشتید. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از هر امتی گواهی برمیگزینیم، آنگاه میگوییم دلیل خود را بیاورید، آنگاه بدانند که حق از آن خداست و تمام آنچه را افترا می‌بستند از نظر آنان ناپدید شود و تباه گردد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بیگمان قارون از قوم موسی بود، پس بر آنها ستم کرد. آنقدر از گنج ها به او داده بودیم که حمل کلیدهایش بر گروهی زورمند دشوار و سنگین بود. هنگامی که قومش به او گفت به خاطر مالت این همه مغرورانه شادی نکن، همانا خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست ندارد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. و در آنچه خدا به تو داد سرای آخرت را بجوی و بهره‌ات را از دنیا فراموش نکن و همان گونه که خداوند به تو نیکی کرده است نیکی کن و هرگز در زمین در پی فساد مباش، بیگمان خداوند مفسدان را دوست ندارد. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون گفت تنها به سبب دانشی که نزد من است آن مال و ثروت به من داده شده است. آیا او نمی‌دانست که خداوند پیش از او اقوامی را هلاک کرد که از او نیرومندتر و ثروتمندتر بودند و مجرمان از گناهانشان پرسیده نمی‌شوند؟ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پس روزی قارون با آرایش و زینت خیش بر قومش بیرون آمد. کسانی که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم. به راستی که او برخوردار از بهره عظیمی است. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. و کسانی که دانش به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما، ثواب خدا برای کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد بهتر است و آن سخن را کسانی جز صابران نمیپذیرند. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. پس او و خانه اش در زمین فرو بردیم و هیچ گروهی نداشت که او را در برابر عذاب خدا یاری کنند و خود نیز نمیتوانست خیش را یاری کند. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. و کسانی که دیروز آرزو می کردند به جای او باشند می گفتند وای بر ما، گویی خدا روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ می گرداند و یا تنگ می گیرد. اگر خدا بر ما منت ننهاده بود بی تردید ما را نیز به قعر زمین فرو می برد. ای وای، گویی کافران هرگز رستگار نمی شوند. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آری، این سرای آخرت را فقط برای کسانی قرار می دهیم که نخواهان برتری جویی هستند و نخواهان فساد، و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. کسی که نیکی آورد پس برای او پاداش بهتر از آن است، و کسی که بدی آورد پس کسانی که بدیها انجام دادند جز به اندازه آنچه می کردند مجازات نخواهند داشت. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
بی تردید کسی که قرآن را بر تو فرض و نازل کرد قطعاً تو را به جایگاهت باز می‌گرداند. بگو پروردگار من بهتر می‌داند چه کسی هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. و تو امید نداشتی که کتاب آسمانی بر تو القا شود جز این که رحمت پروردگارت بود، پس هرگز پشتیبان کافران مباش. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. و هرگز کافران تو را از آیات خدا بعد از آن که بر تو نازل شد باز ندارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. و معبود دیگری با الله مخوان، هیچ معبودی به حق جز او نیست، همه چیز جز روی او نابود می شود، فرمان روایی تنها از آن اوست و همه به سوی او بازگردانده می شوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آیا مردم پنداشتند که چون بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و آنان آزمایش نمی شوند؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. و به راستی کسانی را که پیش از آنها بودند آزمودیم، پس البته خداوند کسانی را که راست گفتند معلوم می دارد و دروغگویان را نیز معلوم خواهد داشت. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. آیا کسانی که اعمال بد انجام می دهند گمان کردند که از ما پیشی می گیرند؟ چه بد داوری می کنند. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. کسی که به دیدار خدا امید دارد پس به راستی که وعده خداوند خواهد آمد و او شنوای داناست. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. کسی که در راه خدا جهاد کند تنها برای نفع خودش جهاد می کند، بیگمان خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند
قطعا گناهانشان را از آنان می‌زداییم و آنان را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند پاداش می‌دهیم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. و انسان را به نیک رفتاری نسبت به پدر و مادرش سفارش کردیم و اگر آن دو مشرک باشند و تلاش کنند که تو چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار دهی، پس از آنان اطاعت نکن. بازگشت شما به سوی من است، آنگاه شما را به آنچه انجام میدادید آگاه خواهم کرد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، هر آیین آنها را در زمره صالحان در می آوریم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. و از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا ایمان آورده ایم، پس هنگامی که در راه خدا آزار ببیند، آزار و اذیت مردم را همچون عذاب خدا به شمار می آورد. و اگر پیروزی از سوی پروردگارت برای شما بیاید، حتما میگویند به راستی که ما نیز با شما بودیم. آیا خداوند به آنچه در سینه های جهانیان است داناتر نیست؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. و مسلماً خداوند کسانی را که ایمان آوردند معلوم می دارد و یقیناً منافقان را نیز معلوم خواهد داشت. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. و کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند گفتند از راه ما پیروی کنید و البته ما بار گناهانتان را برمی داریم و آنها هرگز چیزی از گناهان ایشان را برنخواهند داشت، بیگمان آنها دروغگو هستند. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. و البته بارهای سنگین گناهان خیش را برمی‌دارند و همچنین بارهای دیگری را با بارهای سنگین خود برمی‌دارند و روز قیامت یقیناً از آنچه افترا می‌بستند پرسیده خواهند شد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. و به راستی که ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس او در میان آنان 1000 سال به جز 50 سال درنگ کرد. آنگاه طوفان و سیلاب آنان را فرو گرفت در حالی که ستمکار بودند.
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. آنگاه او و سرنشینان کشتی را نجات دادیم و آن کشتی را نشانه عبرتی برای جهانیان قرار دادیم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. و ابراهیم را نیز فرستادیم هنگامی که به قومش گفت خدا را بپرستید و از او بترسید که اگر بدانید این برای شما بهتر است. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. شما به جای خدا فقط بت‌ها را می پرستید و دروغی بزرگ به هم می بافید. بیگمان کسانی را که به جای خدا می پرستید مالک هیچ رزقی برای شما نیستند. پس روزی را تنها از نزد خدا طلب کنید و او را بپرستید و شکر او را به جای آورید که به سوی او بازگردانیده می شوید. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. و اگر شما تکذیب کنید عجیب نیست، به راستی که امت‌هایی پیش از شما نیز تکذیب کردند و بر عهده پیامبر خدا چیزی جز تبلیغ آشکار نیست. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. آیا ندیدند که خدا چگونه آفرینش را آغاز می کند سپس باز می گرداند؟ بی تردید این کار بر خدا آسان است. قل سیروا فی الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدیر. ای پیامبر بگو در زمین بگردید آنگاه بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرد، سپس خداوند به همین گونه پیدایش بازپسین را پدید می آورد. بیگمان خداوند بر هر چیز تواناست. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. هر کس را بخواهد عذاب می کند و هر کس را بخواهد رحمت می آورد و شما به سوی او بازگردانیده می شوید. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. و شما هرگز نمی توانید ما را در زمین و نه در آسمان به سطوح آورید و برای شما جز خدا هیچ کارساز و یاوری نیست. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. و کسانی که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند اینانند که از رحمت من نومید هستند و آنان برایشان عذاب دردناکی است. فما كان جواب قومه إلا أن قال
قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آنگاه جواب قوم او جز این نبود که گفتند او را بکشید یا او را بسوزانید. پس خداوند او را از آتش نجات داد. بیگمان در این ماجرا نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرین. و ابراهیم گفت شما غیر از خدا بت‌هایی را برای خود برگزیده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد. سپس روز قیامت برخی از شما برخی دیگر را انکار می کند و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می کند و جایگاه شما آتش است و هیچ یاوری برای شما نخواهد بود. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. پس لوط به او ایمان آورد و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم هجرت می کنم. بیگمان او پیروزمند حکیم است. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و در فرزندانش نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و بی تردید او در آخرت از صالحان است. ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. و لوط را فرستادیم هنگامی که به قومش گفت بیگمان شما عمل بسیار زشتی انجام می دهید که هیچ کس از جهانیان پیش از شما آن را انجام نداده است. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آیا شما برای کامجویی به سراغ مردان می روید و راه را قطع می کنید و در محافل خود اعمال ناپسند انجام می دهید؟ پس جواب قومش جز این نبود که گفتند اگر از راستگویانی عذاب خدا را برای ما بیاور. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط گفت پروردگارا مرا بر قوم مفسدان یاری فرما. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. و هنگامی که فرستادگان ما ابراهیم را بشارت آوردند گفتند
به راستی ما اهل این قریه صدوم را هلاک خواهیم کرد. بیشک اهل آن ستمکار بودند. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ابراهیم گفت همانا لوط در آنجاست. فرشتگان گفتند ما به هر کس که در آنجاست داناتریم. یقینا او و خانواده اش را نجات می دهیم جز همسرش که از بازماندگان خواهد بود. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند از دیدن آنها اندوهگین و به خاطر آنها دلتنگ شد. و فرشتگان گفتند نترس و غمگین مباش، بیگمان ما تو و خانواده ات را نجات خواهیم داد جز همسرت که از بازماندگان خواهد بود. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. همانا ما بر اهل این قریه به خاطر آنکه نافرمانی و گناه می کردند عذابی از آسمان فرو خواهیم ریخت. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. و به راستی از آن قریه نشانه و عبرت روشنی برای گروهی که خرد می‌ورزند باقی گذاشتیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. پس گفت ای قوم من خدا را بپرستید و به روز باز پسین امیدوار باشید و در زمین به فساد نکوشید. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آنگاه او را تکذیب کردند پس زلزله آنان را فرو گرفت پس در خانه های خود برو افتادند و مردند. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. و قوم عاد و ثمود را نیز هلاک کردیم و یقیناً برخی از مساکن ویران شده آنها برای شما آشکار شده است و شیطان اعمالشان را برای آنها بیاراست پس آنها را از راه خدا باز داشت در حالی که بینا بودند. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. و قارون و فرعون و هامان را نیز هلاک کردیم و به راستی موسی با دلایل روشن نزد آنان آمد پس آنها در زمین سرکشی کردند و پیشی گیرندگان بر خدا نبودند. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آنگاه هر یک از آنها را به کیفر گناهش گرفتیم، پس بر بعضی از آنها طوفانی از سنگریزه فرستادیم و بعضی از آنها را سیل فرو گرفت و بعضی را در زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم و خداوند هرگز به آنها ستم نکرد، ولیکن آنها خود بر خویشتن ستم می کردند. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل کسانی که به جای خدا اولیا و دوستانی برای خود برگزیدند همچون مثل عنکبوت است که خانه ای برای خود برگزیده است و بیگمان سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. یقینا خداوند هر آنچه را که به جای او می‌خوانند می‌داند و او پیروزمند حکیم است. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. و این مثال هایی است که آنها را برای مردم میزنیم و جز دانایان آنها را در نمییابند. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید، بیگمان در این نشانی بزرگ برای مؤمنان است. اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون. ای پیامبر، آنچه را از این کتاب بر تو وحی شده است تلاوت کن و نماز را برپا دار. یقینا نماز انسانها را از زشتیها و منکر باز می دارد و البته یاد خدا بزرگتر است و خداوند آنچه را انجام می دهید می داند.